برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند. در برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. تماشابینان عزیز، شاید درک کرده باشید که امروز در کدام موضوع صحبت خواهیم کرد. البته درباره انتخابات پرزیدنتی بلاروسیه، با پا خستن مردم این کشور و شنیده شدن صدای قدم‌های مردم بیدار شده و به راه افتاده در تاجیکستان. شبح در اروپا گشته است، شبح کمونیسم. این اقتباس از اولین جمله منیفست حزب کمونیست با قلم کارل مارکس و فریدریخ انگلس است که بار اول 21 فوریه سال 1848 در لندن به نشر رسید. در آن دو پایه‌گذار ایده کمونیسم جهانی به امپریالیستان و کپیتالیستان هشدار می‌دهند که انقلاب نزدیک است و منیفست با این جمله ها تمام می شود: بگذار طبقه های حکمران از انقلاب کمونیستی بلرزند. پرولتاریات چیز جز زنجیرهایش برای گم کردن ندارد. کدام کمونیسم؟ پرولتاریاتش چیست؟ میپرسد نسل پساشوروی که این کلمه ها را شاید بار اول میشنود. اما کلمه های چون کمونیسم، مارکس، انگلس و پرولتاریات به گوش کمونیستان سابق و حالا طبقه حکمران در تاجیکستان و کشورهای سرورانشان از شوروی میراث مانده مثل موم می‌فارد. این کلمه ها و جمله اول درباره شبح کمونیسم شاید یگانه جمله از مکتب باشد که آنها تا هنوز به خاطر دارند، چون آن زمان از بر کردن این جمله و دانستن آن حتمی بود. البته حالا اینها خودشان به صنف حکمران و کپیتالیستان یگانه کشور تبدیل شدند، ولی آنچه در کودکی و نورسی دوست داشته‌ای تا آخر عمر میماند و ما هم به خاطر جلب دقت آنها از همین جمله دوست داشته‌اشان شروع کردیم. زیرا اینک شبح در آن قسمت قلمرو سابق شوروی که هنوز هم در دست دیکتاتورهای کمونیستی است در حال گردش است. شبح انقلاب و طبقه حکمران از نسیم این انقلاب به لرزه افتاده است و پرولتاریات هم مثل 150 یا 100 سال قبل چیز جز زنجیر برای گم کردن ندارد. نزدیک شوی این شبح به تاجیکستان هم بر علا مشاهده می شود. این را نه تنها جامعه شناسان و تحلیلگران، خود حکومت هم مشاهده کرده است. سبب اصلی تعجیل در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم همین است. سبب سراسیمگی. برای امام علی رحمانوف کمترین کفالت وجود ندارد که همین فردا مردم قیام نخواهد کرد. برای این چند دلیل موجود است که دایره های تحلیلی در حکومت نمیتوانند نادیده گیرند. سراول تظاهرات در خباروفسکی روسیه است. حکومت روسیه توانسته بود وضع در دو شهر اساسی اعتراضگر، شهر مسکو، سنت پترزبورگ را زیر نظارت گیرد و شهر تازه بیدار شده ایستاده یکاترینبورگ را دوباره به خواب گران فرستد. موفقیت های سرکوب مردم در این سه شهر مقامات روسیه را تا جای خاطر جمع ساخته بود، اما ناگاه طوفان از آن جای برخاست که کاملا انتظار نداشتند. البته هنوز طوفان نامیدن اعتراض ها کمی بر وقت است، اما دیگر تقریبا کسی شک ندارد که خیزش مردم در پایتخت شرق دور شروع تغییرات بزرگ است که روسیه را انتظار است. یک ماه است که مقامات روس نمیدانند با مردم خباروفسک چیکار کنند، چون نقشه برای آنها نداشتند.
انتظار خیزش مردمی در شرق دور نبودند. حالا نه میخواهند و نه میتوانند طلب آنها را اجرا کنند و نه جرأتی به آنجا وارد کردن قوه های مخصوص را دارند، چون به کوچه ریختن 100,000 نفر در شهر 1 میلیونه شوخی نیست. از 10 نفر 1 نفر در کوچه است. ورود قوه میتواند چند صد هزار دیگر را به میدان کشد. اهمیت داده ایستادید. دلیل دیگر، سورپریز بلاروس. باتکو هم با حبس و مجبور به فرار کردن رقیبانش با خاطر جمع وارد انتخابات شدنی بود و حتی خواست با مخالفین بازی کند. لوکاشنکو با اطمینان بر اینکه هرگز زن آن هم خانشین میتواند با او رقابت کند، سویتلانا تخانوفسکیا همسر بلاگر بازداشت سرگئی تخانوفسکی را به انتخابات راه داد. خاطرش جمع بود که یک زن تا کجای می رود آخر. اما بلا به سرش از جای رسید که هرگز انتظارش را نداشت. همسر نامزد دیگر ولیری تسیپکالو، ویرونیکا و رهبر تیم انتخاباتی رقیب دیگری لوکاشنکو ویکتور باباریکا، ماریا کلیسنیکووا به تخانوفسکی پیوستند و نشان دادند که زنان گاه در سیاست از مردان قوی ترند. نتیجه کمپینی موفق این سه دوگانه و بیزاری مردم از حکومت 26 ساله دیکتاتوری به آن رساند که در یک نظرپرسی معلوم شود رئیس جمهوری همیشگی بلاروس را همگی 3% پشتیبانی میکنند و خلاص. این نظرپرسی به لوکاشنکو لقب نو چسبانید، ساشای 3%. دیروز همین ساشا در انتخابات مثل همیشه و مثل همه دوستانش در کشورهای دیکتاتوری با گرفتن بیش از 80% آواز مردم گویا باز هم پیروز شد. اما به نظر می رسید این پیروزی مثل نشاط قوه است که به جان دهنده چند لحظه قبل از مرگش می رسد. شب گذشته 150 هزار نفر به میدان مرکزی مینسک ریختند و رسانه ها از پرواز هواپیمایی باتکا به سمت ترکیه خبر دادند. معلوم نیست امروز فردا چه سورپریز های آخرین دیکتاتور اروپا را انتظار است. و این هم نگفته نماند که چندین ماه آخر بیداری به سابقه تاجیکان در شبکه های اجتماعی و گاه بیرون از آن مشاهده می شود، تا حدی که دولت به تمام قدرتش دیگر قادر حتی به نظارت آن نیست. هرچند خیزش در خراسان را شکست، زمینه های برای خیزش های دیگر در مکان های دیگر مهیا نمود. اعتراض های ویرتوالی آنقدر زیاد شده اند که فابریکه جواب نه تنها فرصت پاسخ به آنها را پیدا نمی کند، بلکه کم کم رزمندگانش را از دست داده ایستاده است. در این آخرها به نظر می رسد شمار زیادی از اعضای فابریکه به استراحت رفته اند. حالا گفتند بر وقت است که قسم از آنها به مخالفین پیوسته اند. چند هفته آخر مهاجران تاجیک در روسیه و قزاقستان جسارت‌های از خود نشان می‌دهند که قبلا به ندرت دیده می‌شد. زد و خورد با آمان در بازار تیاپلیستانی مسکو، خرخش با نظامیان در سرحد قزاقستان، زنازنی با پلیس دیروز در چلیابنسک، همه این از چی درک می‌دهد؟ مردمی که در کشور غیر، در غریبی پروا ندارد که او را میزنند، میکشند، حبسش میکنند، زندانش میکنند، به تمام وجود و هستیش از حقش دفاع کرده ایستاده است. مگر در وطن خود این کار را نمیکند؟ البته میکند. یعنی وقتش رسیده است.
کاسه های صبر لبریز شدند. این حادثه ها درک از آن میدهند پرولتاریات در تاجیکستان هم به همان مرحله رسیده است که مارکس و انگلس هشدار داده بودند. آنها دیگر جز زنجیری پایهایشان چیزی برای گم کردن ندارند. همچنین مشاهده می شود شرایط رولوسیونی که پیشوای دوست داشته این کمونیستانی کپیتالیست شده لنین معین کرده بود فرا رسیده است. یادتان هست لنین چی گفته بود؟ بالاها دیگر نمی توانند مثل پیشتر حکمرانی کنند، پایینها دیگر نمی خواهند مثل قبل زندگی کنند. همین اجرایی شدن این گفته ها فرا رسیده است. بیداری و خیزش مردمی در تاجیکستان می تواند مثل روسیه و بلاروس از جای شروع شود که حکومت اصلا انتظارش را ندارد و هیچ آمادگی برای پیشگیریش نگرفته است. سورپریز. حبس هر نفر شبهناک، فشار بالای خانواده مخالفین، تبلیغات سیاه علیه مخالفین روحانیت و دیگر راه‌هایی که رژیم امام الرحمن حالا از آنها کار می‌گیرد با سرعت علیه خودی او کار می‌کنند. امام الرحمن با این کارهایش شبیه کسی است که پیش آب را بسته و دیوار را هرچی بالاتر می‌برد، بیخبر از آن که آب زیر پایش را رخنه کرده است. رحمانوف های اکی وی کار تمام شدن دارد. یگان گفت خودت وی خود و وی نمانده است. هنوز که مردم بر نخواسته و فرودگاه ها و هواپیماها در دست خودت است دم را خواده کن. آشنا، رستم و آزاده و تخمینه و همه اولاد بشمارت را هم همراحت گیر، وگرنه خودت میدانی حال هر نفری آنها که به دست مردم مظلوم خورد چی می شود. یک ذره اقلا رحم داشته باشی می توانی برای فرزندای خودت استفاده کنی، رحم فرزندانت را بخوری. این وسواس محبت کرسیت بلای جانت می شود. حالا تو خودت را در آینه چاپلوسان کاسلیسانت خیلی خوب بزرگ می بینی. حتی باور هم کرده ای که پیشوایی تو چند رتبه های بی آخرت تو را نجات می دهند. شاید به این امید باشه که چند سال دیگر در سری قدرت اگر بمانی می توانی نامه اعمالت را سفید کنی. نه، خطا می کنی. تو فرصت داشتی زمانی که آنقدر به دل مردم نزده بودی جیم مکک به ملت حق پیش رفتن دهی و جای را خالی کنی. نکردی. حالا جنایت های تو را هیچ صابون شسته نمی تواند. هم خودت و هم ملت را با این کله 40 سال پیش با زمین و صحرا، با کارتوشکا و پمیدار بادرینگ، با کدو و خربوزه پر کرده‌ات عذاب نده. دیگر فرصت را غنیمت شماریده جای را دریاب که رود بر روی ملت نافتد. آلوچه قروتابه زده، وی کرده، خواب را بیمزه کرده. انا همین خیل جای را یاب. آب بیچاره یک به یک اکهات احوالشان نبین. احوال اکهایت بد شده ایستاده است. یک تلویزیون را تماشا کن. خبرهای خباروفسک، بلاروس را تماشا کن. در دنیا چه حادثه روی داده ایستاده است. بیای قدری بد تو را نترسانم با به سر ملت بلای دیگر نیابیاری از ترس. بیا دوام ندیم. همین 2 روز در دیوارت را از پی و قدمی کاسلیسان تازه کن. همه جا را خالی کن. با کاسلیسانت استراحت اعلان کن. یک تاقی را پیش برت مان و فکر کن.
حتما به خودت میایی و خودت را در میابی. تماشابینان گرامی، این بود برنامه امروزه ما. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه net، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه رادیویی پیام گذاشته می شود. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان روسی و تاجیکی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می شود. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می شوند که امیدواریم پسند شما می گردد. ضمیمه رادیوی پیام هم برای تلفن‌های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه net.